خدا با این عجله؟ جانم تو kimdi؟ من پیشرفته ترین پدافند هوای آمریکا هستم. ده خیلی خوشبختم. چه برارویی، خیلی ماشاءالله داری. چی میگه؟ ببینم عمو جون اینجا چی کار میکنی؟ ما اینجا هستیم تا نذاریم هیچ آسیبی به اسرائیل برسه. چطوری یعنی؟ اینطوری که هیچ موشکی امکان عبور از ما رو نداره. محمد این دریازده نشده داره هزیون میگه. نمیدونم والا، شاید از این الکل تقلبیه بهش انداختن. احتمالش هست. متاسفانه مشتری مداره دیگه سرش گرده. تو ایران خودمونم کلی تلفات دادیم. هی امانت جهل و نادانی. اینجا دانشگاه نیست کرسی آزارندشی رو انداختید. اینجا میدون جنگه. پس برو بزرگترت بگو بیاد. ما تو کار بچه نیستیم. ببین هر حرکت اضافه مساویش با مرگ. بگم که همه گزینه‌ها رو میزه. خیالت راحت، ما ایرانیان نصف مشکلاتمون رو زیرمیزی حل میکنن. نه منه؟ جل پسر بهتره بری کنار. اون وقت اگه نرم چی؟ ببین ما تازه بالاستگاشیم ما. این های پسونو خواه بریسن شرف براتون نمیذارن. قصه نخور، ما برای اونام برنامه داریم. باشه. یا جیسس کراس اینا دیگه چی بودن؟ های پسونو خواه. نه منه؟ حالا کجا رفتن؟ فکر کنم رفتن برای نتانیاهو یه خط نسرون بگیرن بیان. چی میگه؟